این سیله ملخ‌ها مثل بلای برای کشاورزان و چارواداران وادی وحش هستند. روز به روز بزرگتر می شوند و از یک ناحیه به ناحیه دیگر حمله می کنند. اینجا زمین های جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان است. در همسایگی ناحیه دنغره که از چنگ ملخ در امان نمی ماند. این چوپان ها از ناحیه جلال الدین بلخی به ناحیه فیض‌آباد حرکت دارند. ساعت استراحت می کنند تا گوسفندان هم بیچرند. در جایی که حالا پای ملخ به آنجا نرسیده است. میگویند که لشکر ملخ ها امسال بزرگتر است. ملخ سال بهد بسیار. ملخ همه جدا. ملخ بسیار بهد. راه نامودیم همه جدا ملخ علف پول میخورد اگه پشت دیگه. همینجا آمدیم کام تا بود همینجا دا ملخ بهد بسیاره. همه را خورد است. مولام گشنه اومده توجه روی گشنه نیست علف بخوره. مقامات ختلان هم میگویند که امسال منطقه های وسیع‌تر از دست ملخ آسیب دیدند، ولی مساحت زمین های ضرر دیده حالا دقیق نشده است. اگر برای محو آنها زودتر دست به کار نشوند، حشرات زیان آور کشتزارهای وسیع‌تر را نیست و نابود می کند. سال گذشته کشاورزان زیادی از دست ملخ میدانهای پخته و دیگر زراعت‌هایشان را از دست دادند و هزاران سامانی ضرر دیدند. دوباره کوریدیم پخته را. ایدیما شاهنظر و از دهه سنگتوده ناحیه دنغره یکی از آنهاست. امسال هم می ترسد که از بلای ملخ امین نمی ماند. برای همین از مقامات می خواهد که کمک کنند. تاریخ تگی ملخ یک روز سیاه بچه ها پول میتن میروند میزنن با دورزنک کدومیتی ویره میکشن. اینجا چراگاه های ناحیه کوشانیان است که زهر می پوشند تا ملخ را از بین برند. مقامات میگویند ملخ به دیگر نواحی به مثل پنج و فرخار، دنغره و بلخی و دیگر ناحیه های ختلان نیز حمله کرده است و ستاد مبارزه بر ضد ملخ تدبیر می اندیشد. چاره های ناکافی سبب بازگشت ارتش ویرانگر و ضرر دیدن کشاورزان دانسته می شود. سبب هر سال زیاد شدن همین ملخ این است که وقتی که راوند یکم ملخ میکشیم، راوند دومش یا راوند سومش کم اهمیت میتیم، انم حالت سوم که اهمیت ندادیم اونو کلان میشن، بعد کشتن هم دشوار میشه و علاقه قنات میپرد، به مسافه کیلومتر میپرد، چند کیلومتر ابجد میپرد. آن همین سوم راوند که نکشیدیم، سوم راوند علاقه او تخم میگذارد، علاقه از یک ناحیه به ناحیه دیگه میگذارد. موقعی که ما حضور داریم اینجا سرحد ناحیه کوشانه به ناحیه دنغره باشد، این طرف شهر سربند دهه زغیرتی، همینجا ملخ از این طرف اوسر اومده 5-6 شدن. ملخ مراکشی هر بهار مهمان ناخوانده ولایت ختلان می شود. مقامات ولایت اگرچه میدانند که لشکر ویرانگر هجوم میکند، ظاهرا درست آماده نمی شوند که هر سال از آن شکست میخورند.